عزیز دل، جوانان عزیز، پدران این امت، مادران این امت، خواهران این امت، بیدار شوید. وقت بیداری فرا رسیده است. علامه های قیامت یکی پی هم می آیند مثل موره های تسبیح. روز فرا خواهد رسید که عقوبت الله کیفر اعمال ما قسم گریبان ما را بگیرد که دیگر فغان و ناله و گریه سود ندهد. پولهای ما هیچ درد را درمان نکند. شاید هم بسیاری ها باشند برای منافع شخصی خودشان از همون حادثه المناک و از همون فاجعه بزرگ به نفع خود استفاده بکنند. شاید باشند بسیاری ها، بسیار دلهای مرده باشد که اونجا رفته باشد هنوز هم مصروف همون فیسبوک و همون معصیت و گناه خودشان باشد. بیاین عزیزان من، همون ترس که اون شب ما از اون فاجعه و از اون یک خبر دروغ در مزار در وجود ما پیدا شد، تو را به رب کعبه قسم اگر این ترس را ما از الله داشته باشیم خار میشویم. ما اگر همه شبها این ملت مزار و این امت که در کشورهای اسلامی در دنیا زندگی میکنند ساعت 2 شب بلند شوند و دست به سمت الله بلند کنند که خدایا اسرائیل را سربنیز بگردان، الله از صفحه تاریخ صهیونیسم و یهودی پلید را حذف میکند. نزدیک به 2 میلیارد مسلمان در این دنیا زندگی میکنند. 9 میلیون یهود مسلمان ها را ذلیل گردانیده است. 9 میلیون یهود حاکمیت میکند. 9 میلیون یهود خانه رب ما را از پیش ما غصب کردند. امروز ما کی را نداریم؟ عمر. امروز در میان امت عمر نیست. چرا این دیوارها شکستانده نمی شود؟ این دروازه ها شکستانده نمیشه چون علی نیست که دروازه خیبر را باز بکند. حتی حکام ما جرأت ندارند، حتی زمامداران کشورهای اسلامی بزدل شدند، جرأت نمی کنند که مرزهای خود را باز بکنند برای جوانان تا برود جوان اونجا از دین الله دفاع بکنند. امروز عمر نیست. اولین کسی که اون قدس و اقصا را، مسجد الاقصا را فتح می کند عمر است. ای کاش عمر جان امروز تو می بودی. ای کاش امروز تو می بودی که خواهرانت و دختران نبی در مسجد الاقصا زیر پای یهود لگدمال می شود. ای کاش تو می بودی ای عمر که فرزندان مسلمان و فرزندان نبی را می دیدی که زیر توب و تانگ صهیونیست و یهود پلیدی که دیروز از بنو قریظه و بنو نذیر رسول صلی الله علیه و سلم اونها را اخراج کرد، همه شان را به درک فرستاد. امروز اونها آمدن از ما مسلمانان انتقام میگیرن. ای کاش که امروز تو می بودی ای صلاح الدین. یک دل مثل دل تو امروز باقی نمانده در این عالم. یک افسر انگلیسی نامه می نویسد به صلاح الدین ایوبی که ما می آییم به در مدینه، اونجا قبر نبی شما را باز می کنیم و جسد نبی شما را از قبر بیرون می کنیم، اون را دار می زنیم. به مجردی که این نامه می رسد به دست صلاح الدین ایوبی، اشک از چشمانش جاری می شود و بلند می شود، از جای خودش قسم یاد می کند که خنده در لبان صلاح الدین ایوبی حرام است تا این سگ را
به جهنم نفرستم که به نبی ما توهین کرده است. امروز میبینید صفحات را که در غزه چه اتفاق افتاده است. میدانید که فلسطین و مسجد الاقصی چه جایی هست. این ارتباط در عقیده من و تو دارد مسلمان. وقتی از بیت المقدس گفته می شود، از مسجد الاقصی گفته می شود، شاید بسیاری ها نفهمند چه ارتباط با ما دارد. ارتباط در عقیده و باور ما دارد. این قبله اول مسلمین است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقت داخل مدینه شد 16 ماه یا 17 ماه رو به طرف بیت المقدس نماز خوانده است. و مسجد الاقصی محل است که وقت آیه نازل می شود سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي، در اون عام الحزن، سال غم که رسول خدا بهترین حامیان خود را از دست داد، ابو طالب از دنیا رفت، خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها از دنیا رفت، برای اینکه رب العزت و الجلال نوازش بدهد، تسلیت بدهد، آرامش به دل نبیش ایجاد بکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم را به مهمانی به آسمان ها فرا میخواند. کن داستانش مشهور از شب معراج. میدانید که رسول خدا از کجا به سمت آسمان رفت؟ از صخره بیت المقدس. از صخره بیت المقدس، همون جا رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم امامت میکند. امام اعظم رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم است که همه انبیا و پشت پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم در همون بیت المقدس نماز میخوانند. قبله انبیاست. ولی امروز تحت اشغال صهیونیست یهودی قرار گرفته است. در این چند روز چند تا موشک به اون غزه برخورد کرد. چقدر مسلمان را به خاک و خون کشانید، چقدر اطفال را به خاک و خون کشانید، چقدر زنان و دخترانی که خواهر من و تو است، مسلمانن، به خاک و خون کشانیده شد. یک پیرزن که فرزند خود را هم از دست داده و با لگت عساکر کثیف اسرائیلی لگدمال می شود. ما می بینیم میشه. اگر تو بگویی جناب مولانا من هم دوست دارم اونجا بروم شهید بشوم، من دوست دارم اونجا بروم جهاد بکنم، خود را میخوای امتحان بکنی که این سخنت راست است یا دروغ؟ چقدر این سخنت ارزش دارد؟ چقدر این سخن را از عمق قلبت گفتی؟ از کجا بفهمی که این را راست گفتی؟ از اینجا فهمیده میشد که آیا این شبها در دلهای شب بلند میشه و گریه میکنی به حال امت مظلوم فلسطین. اگر همه امت نمیتوانند کمک فیزیکی بکنن، در این شبها بلند شوند جوانان امت، زنان امت، مادران امت دست خود را به سمت آسمان دراز بکنند. مگر تو نشنیدی که رسول خدا فرمود اتقی دعوت المظلوم، از دعای مظلوم بترس، فانها لیس بینها و بین الله حجاب، بین مظلوم و بین الله هیچ پرده و حجاب وجود ندارد. وقتی اون حالت را میبینیم، اون ذلت مسلمین را میبینیم، اون خاری مسلمان ها را میبینیم و صفحات تاریخ را مطالعه میکنیم، اون عزتی که در زمان عمر الله به مسلمین داد اون را میبینیم. چرا ما خاریم؟ چون چی وقت به ما فتح نصیب میشود؟ چی وقت ما دشمن را شکست میدهیم؟ زمانی که درون خود را فتح کنیم. رسول صلی الله علیه و سلم
میفرماید بزرگترین جهاد اون جهاد است که یک انسان با نفس خودش بکند. ما که نتوانستیم با نفس خود جهاد بکنیم. علی رضی الله تعالی عنه دروازه خیبر را جدا میکند. میدانیم که چرا خیبر فتح شد. چرا؟ برای اینکه اون گناه، اون معصیت، اون شراب و اون چشم چرانی که در خیبر بود بیرون خیبر نبود. اون اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم وقت پشت دروازه خیبر آمدن، اونها نفسهای خود را کشته بودند. اونها تسلیم الله بودند، تسلیم دستورات الله بودند. قوت ایمان همیشه قوی‌تر از قوت توپ و تانک بوده در طول تاریخ.